بنابراین الله سبحانه و تعالی در سوره انعام یک مثال عجیبی زده است به آن شخصی که تفکر میکنه. میگوید که او من کان میتا فاحییناه وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. آیا آن آدمی که مرده بود، یعنی کافر بود، از دین دور بود، فاحییناه، ما او را زنده کردیم. یعنی زنده کردیم به معنای علم دادیم، ایمان آورد. و جعلنا له نورا، ما برای او نور دادیم، یمشی به فی الناس، با اون علم در بین مردم راه میگردد. یعنی علمش برای او راه را روشنی میکند، او با علم و با روشنی علم خودش راه میگردد و مردم که نابینا هستند، مردم عوام، از قفای او میروند. یعنی آیا این آدم و آن آدمی که در ظلمات و تاریکی کفر است برابر است؟ هیچگاه برابر نیست. استفهام انکار است. الله تعالی انکار میکند. یعنی الله تعالی آن کسی که علم دارد و شخص زنده و شخصی که در بین مردم راه میگردد با بینایی گفته مثال آورده است.